عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. امیدوارم که هر جای این کره خاکی که هستید حالتون خوب باشه و سلامت. با برنامه گام بعدی در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و برکت شما عزیزان قرار بگیره. امروز خواهر لویز رو داریم در استودیو. امیدوارم که برای شما بینندگان عزیز. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. اگر سلام علیکی دارید با بینندگان. بله ممنونم دانیل جان. خوشحالم در خدمت شما، در خدمت بینندگان عزیز هستیم. وقتتون بخیر بینندگان عزیز. با یه موضوع بسیار جالبی امروز ما این برنامه رو شروع می‌کنیم و همونطور که دانیال جان گفتن امیدواریم که حقیقتاً از وجود هم دیگه، از این گفت و شنود از هم لذت ببریم و منفعت ببریم، به درد زندگیمون بخوره این مسئله. آمین که همینطور باشه. میخوایم که در این فصل بپردازیم به موانع رشد ایمان مسیحی. چه مانع‌هایی وجود داره که ما نمیتونیم که در ایمانمون رشد بکنیم. امروز به طور خاص میخوایم به موضوع تنبلی بپردازیم. موضوع جالبی هم هست. بله. ببینیم که این تنبلی. لویز جان میخوایم که قبل از هر چیزی بدونیم اصلا تعریف خود تنبلی چی هستش، معنی. خیلی ضرب المثل ها در این مورد داریم. یه موضوع آشنایی هست برای بینندگان عزیز، برای اینکه در طول روز از طریق پدر، مادر یا دوستا اغلب یا میشنویم یا اینکه یکی به یکی دیگه میگه. یک موضوع آشنایی از بچگی با این مسئله خیلی خیلی روبرو شدیم. از دید یه مادر بپرسیم تنبلی چیه، برمیگرده میگه که بچه اتاقش رو تمیز نکنه. یا از دید یه پدر بخوایم صحبت بکنیم، پدر برمیگرده میگه که بچم درس نمیخونه تنبله. بعد از دید خود بچه نگاه بکنیم، فکرش اینه که بابا ماما کامپیوتر بلد نیستن، سایت‌های مجازی رو بلد نیستن، باید کمکشون بکنیم. هر کدوم از ما بستگی به نوع، به اصطلاح به سن و به جنسیت و اینا و اینکه از نظر بلوغ فکری کجا هستیم، تفاهیم مختلف ما در مورد تنبلی داریم. ولی به عنوان اینکه بگیم مثلا تنبلی چی هست، در واقع اون میل به کار یا اون انرژی که باید استفاده بشه در بدن، اون شخص اون انگیزه و اون میل رو نداره از این انرژی و از این قوت استفاده بکنه. تو فرهنگ فارسی اینو به عنوان تنپروری، به عنوان بیکارگی به اصطلاح، یا کاهلی و اهمال و سستی ازش یاد میبره. در هر حال به یه چیزیه که عدم فعالیت فکری و عدم فعالیت جسمی در واقع توش دخیله. طرف بی حاله، آهسته است، بی حرکته. میبینید یه مقدار از نظر حرکت بدنی یه حالت خاصی در صورت هست، به این میگن تنبلی. بسیار هم عالی. شما تعریف زیبایی کردید از تنبلی. توی کلام خدا هم اینو میبینیم که در رابطه با تنبلی خیلی صحبت میشه. ولی قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم که از دید کلام خدا چطوره، میخوایم بپردازیم به اینکه آیا این تنبلی ارثی هم میتونه باشه یا نه؟ بله، بعضیا البته در این مورد خیلی مطالعات شده. بعضیا فکر میکنن که این ارثیه، بعضیا فکر میکنن نیست. واقعیت امر اینه که هنوز روانشناسی یا علم حتی مغز این رو ثابت نکرده. در موش‌ها آزمایشاتی شده، ولی برای درک تنبلی میگن که باید بیشتر به انگیزه نگاه کنیم و انگیزه هم یه چیز ارثی نیست. فعلا تا اینجا ثابت نشده. واقعیت امر اینه که نمیشه به یه کسی یاد داد تو تنبل باش. بعضی وقتا میبینی یه کسی باید هولش بدی یه کاری رو انجام بده. فکر میکنم به خاطر این هول دادن شاید طرف ارثی تنبل باشه، ولی همونطور که گفتم این ثابت نشده. بعضی افرادن کندن، بی حرکتن، یا اینکه یه کاری رو به تعویق میندازن. این حالا دلایل مختلف داره، ولی همونطور که گفتم ثابت نشده که این ارثیه. ولی به یه سری چیزها در واقع باید دقت بکنیم. اولا مسئله انگیزه رو گفتم. مسئله انگیزه خیلی مسئله هست، برای اینکه واقعا یک شواهدی هست این وسط که مثلا افسردگی یا تو مدرسه برای بچه اتفاقاتی میفته، یه جوری پس میزنه و در یک
وضعیت فکری روحی ساکن میشه که اگر یه بچه حتی زرنگ بوده، ما میبینیم بچه‌ای که خیلی هم اتفاقا درس خونه، خیلی فعال، یه چیزای باعث میشه اونو خاموش کنه. بنابراین اگر خاموش روشن کردن دست خودمونه، شاید این فکر که این ارثیه یه مقدار میره زیر سوال. اما در هر حال انگیزه همونطور که گفتم خیلی مهمه و در جامعه امروز هم وضعیت سرمایه داری، وضعیت اقتصاد دنیا به جایی رسیده که اصلا خود به خود ما میزان کار در جامعه داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. قبلا جوامع خب به خاطر اینکه تکنولوژی نبود یه مقدار کارها بدنی بود و اگه صنعتی هم بود یک صنعت بسیار اولیه و خیلی ساده بود، ولی به مرور بعد از اینکه انقلاب صنعتی ما میبینیم که خیلی پیشرفت‌ها شده، استفاده از تکنولوژی، اختراعات جدید، خود به خود همین علاوه بر اینکه کار رو راحت کرده در این حال کار بیشتری رو میطلبه، نه لزوما جسمی، کما اینکه داریم حتی جسمیشو تو موارد چیزای مکانیکی و از اون سر چیزای فکری. الان مخصوصا در قرن 21 ما میبینیم 21 میزان اطلاعاتی که در مورد سایت ها، در مورد اینترنت این چیزها هست، مسئله مغز و خلاقیت و ابتکار مغز، در واقع انگیزه بیشتر روی راحتی زندگی در این حال که چطور به هم بیشتر وصل باشیم. و یه ضرب المثلی هست میگن که دنیا شده مثل یه دهکده بزرگ، همه همدیگر رو میشناسن، الان این مقدار در یه فاز دیگه ای رفته. در هر حال ما حتی اگر بخوایم در مورد تنبلی به شکل کلی صحبت بکنیم نمیتونیم بگیم که همه انسان ها اینو دارن. در مورد انسان ها ما همه چی نسبیه، ما هیچ چیز مطلق نداریم. هر قانون و هر فرمول و هر چیزی رو بخوایم استفاده کنیم میگیم عمومیت داره، استثناءات هست. ولی تنبلی بخوایم یه چیز موضوع اجتماعی اگر بهش وصل کنیم به خاطر وضعیت اقتصاد و اینا، تنبلی یه معضل اجتماعیه و حتی انگشت میذارن سر این که بازدهی شخص چقدر باشه. اگه بازدهی تو سازمان در یک حد معینی نباشه، طرفو میخونن میگن چیه جریان، چرا سرعت کارت کمه. بنابراین ساختار بدنی شاید نباشه، میگم شاید نباشه، باز ثابت نشده، میشه عادتش داد که بله رو. بیشتر یه معضل اجتماعی تا اینکه ساختار بدنی باشه، مگر در موارد طبی همونطور که اشاره کردم یک مسئله ریشه تو افسردگی داشته باشه یا اینکه طرف اسکیزوفرنی داشته باشه، کمبود خواب باشه، خستگی باشه، نوع غذا حتی، و یا جو جوری هست که تشویق توش نیست و خیلی هدفمندن بیشتر از این که وضعیت روحی سلامتی شخص مسئله باشه. به قول معروف به اون بازدهی که عدد میگه، اون میزان درصد بازدهی رو اون فوکس هستن، یه مقدار اینها کم و زیاد به اصطلاح تاثیر دارن در این مورد. من یه خاطره تعریف کنم از خودم. یادم اوایل ایمانم که بود، اگه دنبال مطلبی میخواستم بگردم، حتی توی کتاب مقدس یا آیه‌ای فکرم رو مشغول میکرد یا یه موضوعی میخواستم، حتما میرفتم سراغ کشف الآیات و شروع میکردم کتاب خوندن. ولی الان انقدر علم پیشرفت کرد، خیلی سنم زیاد نیستش، پیر نیستم، بله. ولی الان خود من مطلبی میخوام سریع میرم سراغ گوگل. من اسمشو گذاشتم نبی گوگل. آره. نبی همه چی رو اون کارم انجام، درسته کار منو راحت تر کرده، سریعتر این کار رو انجام میدم، ولی وقتی که یکم بهش فکر میکنم میبینم که دارم مغزم و ذهن خودم تنبلتر شده. قبلا هم لحاظ جسمی بود، فکری بود، کتابو میخوندم، تحقیق میکردم، جنب و جوشم بیشتر بود. ولی الان دنیا هم داره به یه سمتی میره که آدم مثلا از لحاظ فکری و جسمی هی داره از بس دسترسی آدم به چیزهای مختلف زیاد شده. میتونی اپی چیزی دانلود بکنی، توی گوگل چیزی سرچ بکنی. این حالا از لحاظ چیزهای دیگه است. یا اگر از لحاظ کاری بود، شما میخوای یک
چیز کاری رو یاد بگیری میرفتی تحقیق میکردی، کتابی میخوندی، ولی الان میزنی مثلا یوتیوب یه جا مشکل داری خوب شده دسترسی بهت میده، سریع اون چیز رو میگیری. ولی فکر میکنم که این موضوع خطر هم داره برای ذهن آدم که اتفاقا ذهن خیلی خلاق‌تر شده. درست از یه جاهای راحتی اومده و الان مخصوصا دستگاه‌های جهتیاب، حالا ما میگیم مسئله کامپیوتر یا گوگل رو مطرح میکنیم. خب قبلا آدرس رو ما انقدر که تکرار میکردیم به شکل عادی این جا میافتاد، جهت رو راحت پیدا میکردیم. الان دستگاه‌های نویگیشن هستن این جهتیاب که یه جورایی 10 دفعه میری تازه یاد میگیری. قبلا اگه یه بار بود 2 بار بود. ولی از اون طرف همین این نحوه استفاده تکنولوژی که الان داریم به نظر من باز نظر شخصیه، از نظر مغزی من فکر نمی کنم تنبل شده باشیم. یه مقدار راحتی زندگی به یه شکلی آرام گرفتیم از نظر فکری، ولی در یه جاهای دیگه خلاقیت بسیاری، همین تشکیل این اپ ها به قول معروف، درست کردن این اپ ها، میدونی چقدر خلاقیت احتیاج داره؟ هر کدومشون به هر حال برای راحتی زندگی، ولی از یه طرف دیگه برای اینکه این تکنولوژی رو اداره بکنم، مدیریت این خیلی خلاقیت احتیاج داره. بنابراین داره دنیا به یک کانال دیگه ای از نظر خلاقیت جلو میره. من فکر میکنم چیز بدی نباشه حقیقتشو بخواید، ولی خب راحتی هم بد نیست تا یه حدی، اما تنبل فکر نمی کنم تنبل شده باشیم. حالا نتیجهشو من حداقل توی خودم نتیجهشو باید ببینم که توی سنین بالاتر ببینم که این برای من چطور بوده که از لحاظ فکری تنبلم کرده یا نه دارم رو به جلو بله، حرکت میکنم. میخوایم که من با یه سوال از شما بپرسم، چه عواملی لویز جان باعث تنبلی ما میشه؟ چه عواملی وجود داره باعث تنبلی ما؟ 3 تا چیز مهم هست که خیلی تاثیر داره در مسئله تنبلی. یکیش عوامل بیرونی، مشغله فکریه که اغلب اون باعث میشه شخص بی حرکت بشه یا کند بشه، که یکی از شایع‌ترینش مسئله فیسبوک و اینستاگرام و سایت‌های مجازی، یه جورای خلل فکری، یعنی مزاحمت‌های فکری که از بیرونه، یعنی اونقدر فعال میشه که مغز اینقدر در این قسمت فعال میشه که در قسمت‌های دیگه ما غیر فعال میشیم. دیگریش تفریح رفتن یا تعلیق انداختن که یه چیز درونیه که خودش میتونه علت روانی یا تنبلی داشته باشه، عمدن سر از کار باز بزنه. و یکی هم شیوه زندگیه، غذا خوردن، نحوه سیستم غذا خوردن، رژیم غذایی نادرست، کمبود ویتامین، املاح بدنی، اینها، عدم ورزش، تقریبا اینا رو میتونم اسم ببرم به عنوان عواملی که میتونه باعث تنبلی باشه. تنبلی ما باشه. بله. این باعث فکر میکنم که این اگه به این شکل جلو بریم باعث تنبلی هم بشه. بله. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم، نفسی بینندگان عزیزم یه نفسی تازه کنن و دوباره برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز خوش آمدید به برنامه گام بعدی. قبل از اینکه بریم استراحت بکنیم با لویز جان در رابطه با تعریف تنبلی صحبت کردیم. آیا تنبلی به صورت ارثی هست و اینکه چه عواملی باعث تنبلی میشه؟ لویز جان میخوام از شما با یک سوال شروع کنم در این قسمت. چه عواملی در انگیزه در این انگیزه دخیل هستن؟ بله، گفتیم یکی از چیزایی که باعث تنبلی میشه عدم انگیزه است و مسائل بیرونی، مسائل درونی، مشغله فکری، مشغله درون
در وجود و همینطور شیوه زندگی رو ما اشاره کردیم. اما در مورد انگیزه باید بگم انگیزه اون نیروی جلو برنده است. این نیرویی که در واقع میتونه جلو برنده باشه و یا اینکه مانع بشه. یعنی انگیزه در یک کانال دیگه ای بیفته. ما یک کانال تند داریم، یک کانال کند داریم. این انگیزه در این مورد خیلی شرطه و این نیرو هست که در واقع انسان رو یا به جلو میبره یا به عقب میبره. و اینکه در واقع میبینیم که خیلی وقتا انسان توجیه میکنه این انگیزه خودش رو، نیروی جلو برنده است. در واقع اینطور بگم تاثیر انگیزه تو همه جنبه های زندگی ما منعکسه، تو همه قسمت زندگی میتونه اثر بذاره، از جمله ارزش های شخصی، شخص نسبت به خودش چه ارزشی میده و یا اینکه از نظر احساسی حمایت درست میشه یا نه، چون اینا همه تاثیر میذارن در مورد انگیزه. و اینکه آیا شخص قدردانی میشه، بازشناسی میشه که بتونه خودشو متعهد به کار باشه، آیا پاداشی اونجا هست که به انگیزه پاداش میگه که مسیح میگه بابت اون خوشی که پیش رو داشت تحمل صلیب رو، که اون یه خوشی. شما یه بچه رو، من برای بچه‌های خودم این کلک رو میزدم، شکلات یا یه چیز شیرین میذاشتم، غذایی رو که دوست نداشتم ولی باید میخوردن اونو میذاشتم اونجا، میگفتم که اگه اونو میخوای اینو بخوری اونو بهت میدم. این به هوای این که اون شیرین دستش بیاد اون غذایی رو که من میخواستم اون بخوره یه چیز سالم، اینو میخوردم. این اون خوشی بود. میگه که خوشی که پیش رو داشت حاضر شد تحمل صلیب رو بده. در هر حال پاداش خیلی موثر. مسئله تشویق وقتی این دیده نمیشه، این یه نیروی بازدارنده میشه و اثر میذاره روی انگیزه شخص. انضباط شخصی، رو مسئله اعتماد به نفس، کمبود علاقه، ذوق و شوق، اینا همه گاهی وقتا طرف کار میکنه بعد دیده نمیشه، تشویقی نیست، این وسط برمیگرده میگه آیا اصلا به درد سرش میارزه به خودم اینقدر زحمت بدم؟ کار که مال من نیست، چون تشویق نیست اونجا. اینا تاثیر داره. و یکی از چیزایی که واقعا تو انگیزه خیلی مؤثره، ترس از شکسته. و این ترس از شکست برمیگرده به بچگی ما و ما چطور به قول معروف از نظر تعلیم و تربیت به کجا چه عواملی اثر گذاشته و اون ترس از شکست اگر باعث یک برخورد سریع بوده باهاش، در این مورد به قول معروف پس میزنه شخص. و در هر حال ترس از طرد شدن، پوچی، ناامیدی، بیهودگی، مسائل روحی، روانی، بدبینی، ایرادگیری که باز اینها وسواس یا تلخی، همه اینها تاثیر داره در مورد انگیزه. شما که داشتید صحبت میکردید من به یاد چیزی افتادم، آدمایی که توی الان مثلا ایران نشستن، ایمان دارن و اینکه چطور آدمی که تنهاست، کلیسایی نداره، شاید با ایمانداری در تماس نیستش اونجا، چطوری میتونه این انگیزه رو به دست بیاره؟ خب میگه که من تلویزیون رو نگاه کردم، از طریق تلویزیون حالا یا یک آیه‌ای توی سوشال مدیا، جای شبکه‌های اجتماعی قلبش رو سپرده، ایمان آورده، کسی نیست تشویقش بکنه، این انگیزه رو بهش بده. اون کسی که تنها چطوری میتونه این انگیزه رو پیدا بکنه؟ بله، ما یه چیزی به عنوان انضباط شخصی داریم، البته باز صحبت خواهیم کرد در این مورد. مسئله انضباط شخصی اسمش از شخصی هیچکی نمیتونه تزریق بکنه، این خود شخصه که میتونه با روح القدس همکاری بکنه و در مورد مسئله غلبه بر به اصطلاح تنبلی همکاری بکنه و راههایی هست، راهکارهایی هست. ولی کتاب مقدس در این مورد در مورد تنبلی یک مسائلی رو عنوان میکنه که دوست دارم اگه موافق باشی در این مورد یه خورده صحبت بکنیم. ما اسحاق نیوتن یک جمله بسیار جالبی داره، کسی که جذر و مد و جاذبه زمین و به اصطلاح این چیزا رو، تئوری نور اینا رو آورده، مسئله نیروی گرانش به اصطلاح. در حالا یک فیزیکدان چیز بوده که اصلا اساس فیزیک مدرن رو ایشون گذاشتن. در حال اولین قانون حرکت نیوتن اینو میگه یک وسیله که گرایش به حرکت داشته باشه متحرک میمونه و وسیله‌ای که گرایش به سکون داشته باشه ساکن میمونه. میگه گرایش یه چیزی هست، یه چیز درونی هست. این قانون حرکت در مورد انسان ها هم صدق میکنه. ما میبینیم بعضیا خیلی فعالن، بعضیا از اونان که باید حلشون بدیم. تنبلی برای بعضی شیوه زندگیه، برای بعضی ها
و برای همه ما تقریبا میتونم بگم یه وسوسه همیشگیه. اما کتاب مقدس در این مورد موضعش کاملا واضحه، چون که خدا کار رو برای انسان مقرر که البته یادتون باشه ما در باغ عدن قبل از سقوط خدا فرمان روایی و غلبه تسلط رو در باغ عدن به آدم و حوا داد، ولی بعد از سقوط میبینیم چی برمیگرده؟ میگه که چون دنیای عالی بوده، یه چیزی بوده که مبارک بود. وقتی که زیر سقوط رفت ما میبینیم کار یکی از چیزاش شد. با عرق پیشانی تو چیز میکنی، زمین برات خار و خاشاک میه، یا به زن گفت تو با درد میزایی، یا به اون خلاصه درد و کار و اینجور چیزا وارد شد. اما واقعا کتاب مقدس تشویق میکنه. ما تو امثال 6:6 ما نمونه از مورچه رو داریم که میگه شخص تنبل میگه برو پیش مورچه و در راههای مورچه تو فکر کن، حکمت رو بیاموز. این یه موجود ریزی نمونه خوبیه برای ما، پشتکارشون، نظمشون، هر کدوم اونه که کارگر دقیق همون انجام میده و وقتی که میخوان در خط مثلا یه غذای یکیشون پیدا میکنه بقیه ها رو اطلاع میده و اینا در یه خط مستقیم جوری قرار میگیرن بدون اینکه حریم اون یکی خطش به اصطلاح رد بشه و اتحاد کامل دارن و اینها روح مشارکت و شریک شدن رو دارن، یه کار تیمی دارن بدون اینکه به اینها گوشزد بشه. در واقع خودشون دست به کار میشن، یه چیزا مصرن، پافشارن، خیلی خستگی ناپذیرن. یه موجود جالبیه که کلام خدا ما رو تشویق میکنه در مورد اینا ما یه مقدار فکر کنیم و یاد بگیریم ازشون. میگه اینا تو تابستون ذخیره میکنن، تو زمستون میخورن. زمستان خوابی اینه که خیلی سخت‌کوشی و کار تیمیشون برای ما به قول معروف چیزه. این مصداق پیدا میکنه برای دوران جوانی ما. بله. دوران جوانی وقتی که انرژی زیادی داریم میتونیم کار کنیم، این انرژی و انگیزه رو بذاریم توی مسیر درست. بله. بتونیم کار کنیم، فعالیت کنیم، پس‌انداز کنیم که وقتی که به سنین بالاتر میان سالی به بعد که میرسیم انرژیمون کمتره توی اون موقع ذخیره کرده باشیم و بتونیم که زندگیمون رو به جلو ببریم. دقیقاً همینطور. مطلب جالبی رو گفتید و کتاب مقدس انقدر آیات جالب، مخصوصا کتاب امثال سلیمان تیکه تیکه خیلی چیزای جالبی میگه. تنبل خوابو دوست داره، نمیدونم وقت و نیرو رو تلف میکنه، بهانه جویی میکنه، ایراد میاره برای یه کاری، ولی در نهایت اینو میگه تنبل بندگی خواهد کرد. یا برمیگرده میگه آیندهش تار و نامعلوم، فقر نصیبش میشه. تو زندگی یک شخص مسیحی تنبلی در حقیقت میخوام بگم جایی نداره. کلام خدا ما رو تشویق میکنه. یک آیه بسیار جالبی در افسوسیان 2:10 هست که ما میخونیم، میگه ما صنعت دست او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، که میگه خدا مهیا نمود تا در آنها سلوک بکنیم. یعنی ما به عنوان یک شخصی که ادعا میکنیم در خدا زندگی میکنیم تنبلی جایی نداره ما بخوایم این وسط دنبال توجیهش باشیم یا بهانه‌گیری بکنیم، چون به شکل طبیعی ساختار ما رو برای کار آفریده. شما میبینید یه بچه‌ای که خیلی به اصطلاح شیرینی یا غذایی میخوره که انرژی زیاد داره، رو صندلی که نشسته یا جایی که هست مرتب دست و پاش تکون میده، میگه بچه اینقدر ورجه نخور، بچه ساکت بشین یا وول نزن. چیز دلیلش نوع انرژی که مصرف میکنه. به خاطر غذا وقتی کالری زیاد در ما تولید که این کالری باید مصرف بشه و اگر این مصرف نشه میمونه حرکات دیگه یا اینکه چربی تولید میکنه در ما. در حال ساختار بدن ما روی کار هست و روی فعالیت بدنی هست. مخصوصا گفتم بعد از سقوط این مسئله شدیدتر شده و کلام خدا اینو تشویق میکنه برام. گفتید افسوسیان فصل 2 آیه 10. من یک بار دیگه این آیه رو بخونم. بله. از روی کتاب میگه زیرا ساخته دست خداییم، در مسیح عیسی آفریده شدیم تا کارهای نیک انجام دهیم. بله. کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. شاهکار خلقت خدا هستیم. بله. وقتی بهش فکر میکنم که میگم که حتی خدا ما رو قالب گیری نکرد که هر کدوممون توی یه قالب شکل بگیریم بیایم بیرون. شما هر انگشت رو که نگاه میکنی با هم دیگه فرق داره. درست. هر کدوم یه کاری دارن. هر کدوم یه کاری دارن. بله. اثر انگشتای هیچ کسی توی دنیا شبیه هم نیستش. بله. چقدر خوبه که
این انگیزه رو درست استفاده بکنیم و بتونیم توی مسیر درست حرکت کنیم، اون مسیری که به کاهلی، به تنبلی انجامه. درست. برای وقت زیادی نداریم لویز جان، میخواین یه نتیجه گیری بکنیم در این آخر؟ همونطور که این آیه افسوسیان 2 میگه خدا هر چیزی رو برای ما مهیا کرده که ما بتونیم کار نیکو رو انجام بدیم و این کار نیکو میخواد هر نوعی باشه، در راستای دل خدا هست. روش هایی هست که ما میتونیم به این تنبلی غلبه بکنیم، کارها رو به کوچیکتر تقسیم بکنیم، مقدار سیستم بدنمون رو توجه کنیم، استراحت کافی، غذای کافی، ورزش کافی، غذای درست، به خستگی بدنمون دقت بکنیم، عدم انگیزه رو بهش دقت کنیم، چه چیزی در ما انگیزه تولید میکنه، بعد در مورد نتایج تنبلی فکر بکنیم، جنبندی این که با روح خدا همکاری بکنیم، بر این مسئله ما غلبه بکنیم تا حقیقتا این برچسب تنبلی از ما برداشته بشه و نمونه خوبی برای خدا باشیم در این مورد. آمین که همینطور باشه. اتفاقا توی از لحاظ ایمانی هم خیلی به نظر من میتونه به ما این کمک بکنه، این مواردی که شما گفتید از لحاظ کلام خوندن، دعا کردن، توی این قسمت رو تنبلی نکنیم. اگه خیلی ممکنه تازه ایمان آورده باشیم، خیلی از کلام متوجه نشیم، اشکال نداره. خیلی کم کوتاه این کلام رو بخونیم، اجازه بدیم که تفکر کنیم درش، خدا برای ما این کلام رو باز بکنه. اگر نمیتونیم دعا بکنیم، خیلی کم آروم دعا بکنیم، شروع کنیم به دعا کردن تا دهان ما باز بشه و بتونیم دعا بکنیم. خیلی ممنون لویز جان، من که شخصا خودم خیلی برکت گرفتم. ممنون از موضوعاتی که مطرح کردید. امیدوارم که شما عزیزان هم برکت گرفته باشید از این موضوع و با یک انضباط روحانی درست بتونید گام‌های موفقی در زندگیتون بردارید. شما عزیزان رو به دست‌های خداوندمون عیسی مسیح میسپارم تا درودی دیگر عزیزان. بدرود.